هستم از کانال یوتیوب نیورلرن. با شما هستم با یه ایردراپ دیگه و بازی تلگرامی جذاب دیگه که این ربات تلگرام ما تیک آبی رو داره و خیلی وقت هستش، ولی بنا به درخواست دوستان که ربات‌های دارای تیک آبی تلگرام رو معرفی کنیم، این ربات رو قرار دادیم به عنوان آموزشش که بتونین از این بازی هم کسب درآمدی رو داشته باشید. خب همینطور که میبینین ما یه سری گربه ها رو داریم و با یه انگشت میبینیم میگه که این دوتا گربه سیاه که تو لول 8 هستش اینها رو به هم جوین کنین، با هم مخلوط کنین که بشه یه گربه به رنگ بنفش رنگ با لول 9. خب بازیش خیلی سخت نیست، همینطور که میبینین. پس از اینکه وارد شدین، لینک ورود به ربات تلگرام کتیزن یا کیتیزن، حالا هر دوتا را میگن، لینک رباتش رو من زیر ویدیو میذارم تو قسمت دیسکریپشن و میتونین از اونجا وارد ربات بشین. و اما برای بازی چیزایی که ربات تلگرام کیتیزن گفته براش مهمه، یکی این که کوین هایی که جمع میکنین، کوین ها، البته اینجا چند تا کوین هست، همین کوین هایی که میبینین من با این علامت نشون میدم براتون، این که رد پای گربه هست، این کوین ها خیلی با ارزشه که تعدادش رو افزایش بدین، تعداد هر چقدر بیشتری داشته باشین از اینها امتیاز بیشتری میگیریم و در نهایت وقتی که میخواد کتیزن لیست بشه که خیلی خیلی احتمالش زیاده که در مدت 1 ماه لیست بشه، پس حتما از دست ندین این ایردراپ و حتما از این طریق هم کسب درآمد کنین و به سود برسین. خب کاری که میکنین همین که میبینین، میگه که 2 تا گربه بنفش رنگ، خودش با دستش نشون میده، میگه این 2 تا گربه رو به هم بپیوندین که بشه گربه رنگ دیگه که لول 10 هستش. ما همین کار رو تکرار میکنیم. ببینید 10 لول 10 با لول 10 میشه لول 11، یعنی در واقع ما هر 2 تا گربه لول 10 رو با هم جوین میکنیم، ترکیب میکنیم، به لول 11 تبدیل میشه. الان 2 تا گربه‌ای که تو لول 8 هست، این 2 تا گربه رو با هم ترکیب میکنیم، لول 9 میشه. لول 9 رو با همینجوری با لول 9 گربه بنفش رنگ رو با بنفش رنگ، اینجا گربه فیروزی رنگ رو با فیروزی رنگ، گربه سفیدمون رو با گربه سفید که لول 11 هستش میشه لول 12. خب میبینیم یه لول 12 اینجا داریم. خب پس این رو هم با این ترکیب میکنیم میشه لول 13. یه لول 13 هم اینجا داریم، میبینیم اینم با این ترکیب کنیم بشه لول 14. ببینیم من الان گربه من خیلی وقت بازی میکنم، ببین لول 14، لول 15، لول 17، لول یه لول 16 ندارم. پس در تلاشم که برام تلاش کنم لول 16 رو درست کنم که با هم ترکیب بشم برسم به لول 19، چون لول 18 هستم من الان. بس هر چقدر تعداد لولاتون بالا بره و هر چقدر این کوین هایی که رد پای گربه رو داره بالاتر باشه، امتیازتون بیشتر باشه، که الان اینجا میبینید تعدادش مشخص است برای من، تعداد کوین ها همانقدر بر اساس اخبار رسمی تلگرامی که خود کیتیزن داده همانقدر برای شما توکن و امتیاز اختصاص خواهد داد، امتیاز داده میشه. خب الان اینجا یه قسمت رو میبینین که خودتون میتونین جنریت کنین، یعنی اینجا گربه لول 11 رو من میتونم جنریت کنم، ولی برای جنریت این 12701 ام از این تعداد سکای من کم میکنه، ولی در عوض یه دونه گربه لول 11 رو میده. ببین الان من اینو زدم، گربه اومد اینجا، ولی از اینجا تعداد سکه‌ها میبینی کم شد، 312379 ام شد. پس در نتیجه من این کارو وقتی باید انجام بدم که واقعا نیاز دارم به گربه لول 11 که بیام اینجا چیز کنم، این دوتا رو با هم جوین کنم که برسه به لول 12. اینجا یه لول 12 هم داریم، میبینید خودش هم که از بالا گربه هم برامون هدیه میده و میبینین از بالا با چتری گربه میان پایین به قسمت محیط بازی شما و در نتیجه شما یه قسمتی هم دارین. ببین الان با چتر یه گربه اومد، گربه لول 8 سیاهه. ببین الان برای اینکه بخواین گربه لول این همیشه از بالا که چتری که میاد گربه من سیاه رنگ لول 8،
اگه واقعا میخواین گربه هاتون رو خودتون لولش رو تعیین کنین، البته ببخشید اینجا قسمت تسکه، شما فید بدین به گربه ها، گربه ها رو تغذیه کنین. هر از گاهی اینجا میبینین که یه آیکون قرمز رنگی ظاهر میشه. خب اینجا میگه که یعنی یه گربه رو میتونیم به صورت فری بگیرین. اون کدوم گربه است؟ اینه گربه لول 10 که فیروزه‌ای رنگه. ببینید فری نوشته اینجا. خب این همیشه این اتفاق نمیفته، ولی الان این اتفاق از شانس شما که من داشتم ویدیو رو ضبط میکردم اتفاق افتاد. ببین اینجا میگه که اینو بزن فری رو، من بهت یه گربه لول 10 بدم. ببین من اینو زدم، اینو خاموش میکنم. اینی که میاد گربه لول 10 هستش، اومد اینجا با این ترکیب میکنیم. خب اینم که 8 تا 8 رو با هم جوین میکنیم، 9 و 9 رو با هم جوین میکنیم گربه هاشو. خب الان همه گربه هامون تقریبا شماره متفاوتی داره. 10 داریم، 11 داریم، 12 نداره، 13 14 15 یکم 16 نداره. خب کاری نداریم. الان میخوایم چی کار کنیم؟ الان میخوایم ببینیم که چه جوری میشه که ما سطحمون رو ببریم بالا. خب چون میتونین از طریق شاپ خرید کنین از این قسمت، هر از گاهی محیطش تغییر پیدا میکنه و شما میتونین با تون کیپر خرید کنین. الان با اینو بزنین نمیده براتون. چرا؟ به خاطر اینکه میگی که شما تو کشور هستین که استار برای سکه های مال خود تلگرام هستش، میگه که نمیتونیم تراکنش استار با هم داشته باشیم. confirm your purchase or do you want to buy welcome packaging Ktizen for 5 star. میگه 5 star میگیرم، در عوضش این تعداد سکه ها رو من با تعداد ماهی ها رو میدم که تعداد ماهی ها هم برای فیشینگ الان توضیح میدم. ببین الان confirm paying 5 star رو بزنیم، میگه که not available. Sorry, purchasing stars is not available in your country. یعنی در کشور شما قابل دسترس نیست این خرید رو من بتونم انجام بدم. پس تلگرام تحریم کرده ما رو. ما استار متاسفانه نمیتونیم بگیریم. حتی تو بازی‌های دیگه، بازی‌های ربات‌های دیگه مثل میجر و اینا، اونجا هم نمیتونیم استارز بگیریم. ولی من خودم دقت کردم هر از گاهی این شاپ به تون کیپر تبدیل میشه، میتونیم با تون کیپر خرید کنیم. خب در مورد ماهی صحبت کردیم. اینجا ما قسمت بالا یه وایس هست، یه ماین هست. از اینجا میتونید صدای بازی رو قطع و وصل کنی. از اینجا قطع میشه. الان من صدای بازی رو بالا ببرم. ببین صدای بازی است. خب اینجا قطع میکنم صدا رو، قطع و وصلشه. این قسمت هم ماینشه. از این قسمت ماین شما میتونید داراییاتون رو بدین. اینجا قسمت مای اسید هست. مای اسید رو بزنید میبینین که تعداد سکه هایی که برای تعداد کوین های کیتیزن که دارین که رد پای گربه هم هست چقدر؟ برای من الان 312730 ام هستش. فیش کوین هم 412 هستش و الی آخر. از اینجا هم میتونید بوست کنید، ارتقا بدین. بوست رو چجوری میتونید ارتقا بدین؟ دوباره من وارد بشم برای بازی ورود کنم. خب دوباره ورود میکنم. اینجا هم میتونین که تبو بزنی خودتون کوین بگیرین از این دسته. خب اینم که همین که اول صفحه میاد شما باید اینو یا فری بزنین یا کلیم کنین. ببین تو ایردراپ بونوسی که میده میگه که 1 دقیقهش فری باشه یا 4 دقیقهش. برای 4 دقیقه باید تون کیپر بدیم. برای حالا ما 1 دقیقه رو میزنیم. بعد اینجا قسمت تسکا رو خودش اولش میاره. تسکا رو بدون میتونین انجام بدین. اگه خرید دارین چکین باید انجام بدین. هر روز بیاین اینا رو پورچیز کنین. لاگین تو کیتیزن رو حتما بزنین. ویزیت چنل اند انگیج رو حتما بزنین. ویزیت آفیشیال وبسایت رو حتما بزنین. اینا رو یادتون نره. دیلی اینوایت هم که اگه تونستین فرندم دعوت کنین. خب این تسکا هم که بیسیک هستش هم انجام بدین که من انجام دادم و تکسای توییترش رو حتما انجام بدین. این قسمت هم تسکه و قسمت همین تسک رو از ارن هم میتونید وارد بشین. این قسمت یه اچیومنت داره. اچیومنت رو حتما دقیق کن. چکین بونوس رو از این قسمت میتونید دریافت کنید. من روز 1 روز 2 روز 3 رو دریافت کردم. برای هفته باید چکین کنم دریافت کنم بعد 14 روز بعد 30 روز. خیلی مهمه امتیازی که میدم براتون. اچیومنت هستش. حالا اگه بتونین پورچیز هم انجام بدین از اینجا جوایزشو میتونین بگیرید و همچنین از اینجا میبینین که من تعداد 500 ام که داشتم از این کوین رو پروفیت اسپیدش رو برای من داده و همچنین تا آخر. پس این قسمت آیکون اچیومنت یادتون نره. میرین کیتیزن تست، بعد از اینجا اچیومنت اینا رو هم انجام بدین.
خب از این قسمت شاپ و ارن رو توضیح دادم، قسمت جنریت رو توضیح دادم. الان گربه ها من تعدادش زیاد شده، از اینا رو من مرتب کنم. خب قسمت فیدش هم که توضیح دادم. خب الان مثلا شما میتونین روی این آیکون مثلا 13 این قسمت تیک بزنین و درخواست کنین که گربه 13 رو براتون بده. اینو در حالتی بکنین که تعداد سکه‌های زیادی رو دارین، چون همینجوری بزنین تعداد سکه‌هاتون به 0 میرسه و واقعا نیاز داره. خب این قسمت هم که اینوایت، میتونین از این قسمت فرنداتون رو دعوت کنین، اینوایت داشته باشین و این قسمت هم مای اسست باز همون میره به قسمت داراییاتون نشون میده، داراییاتی که دارین. خب و ما بریم به قسمت اسپینش. اینجا یه قسمتی هست میبینی اسپین و رنگ تیک میکنین، این همیشه به صورت اسپین جوایز میده، میتونید تیک بزنم. من چون چند بار زدم الان برای من نمیاره، چون من امروز $1 رو کلیم کردم و برای اینکه بتونم این $1 رو به دست بیارم یه دونه فرندم باید معرفی کنیم. خب میریم برمیگردیم عقب. خب میگه کلیم ناب کن، چون فرند معرفی نکردم ناراحت از این بابت. خب از اینجا خارج میشیم، دوباره وارد میشیم. خب میدونین تپ بزنین دوباره مجددا. خب باز دوباره این حالت اومد. اینجا فری 4 رو باید بزنین، 4 دقیقه رو، این یکی رو بزنین قشنگ شما رو بس میکنه به کیفتون. الان از این قسمت من خارج میشم، فور رو میزنم که 4 تا برای من گربه رو به صورت چتری ارسال کنه، چون کلیمو زدم این الان اینجا چیز کرده دیگه، هنگ کرده. دوباره مجددا میریم بازی رو باز میکنیم، میایم بالا. ببخشید یه لحظه من اینو مرتب کنم. خب الان از این قسمت که وارد شدیم گفتم اینجا میتونید تپ بزنین براتون کوین بده، همینجوری میبینید تپ میزنم کوین میده. خب وارد بازی میشیم، اینجا رو خاموش میکنیم. خب این دفعه دیگه نیاورد چون اونو از دست دادیم 4 تا جا، فکر کرد که میخوایم تونکی پول واریز کنیم براش تا بتونیم گربه های زیادتری رو داشته باشیم. خب دوباره همین کار رو ادامه میدیم. ببینید الان دیگه به راحتی میدونید 11 با 11 جوین باید بشه. الان من گربه های شماره 9 لول 9 لول 10 رو دارم، لول 12 رو دارم، لول 11 هم که میتونم جنریت کنم. و از این قسمت اوتو میتونین شما یه سری جوایز اوتو بوست، اوتو مرج کات، اوتو بای فری کات، اوتو دیلیت لو لول کات و اوتو کالکت ایردراپ بونیس رو دریافت کنید، ولی باید 3900 کوین ماهی داشته باشین. خب اینم کاری نداریم. میام قسمت لول ها. قسمت لول ها من الان توی قسمت سیلور لیگ هستم. این هم قسمت لیول هاش هستش، گولد لیگ هست، پلاتینیوم لیگ هست و دایموند لیگ هست و مستر لیگ هست و الی آخر. خب خیلی وقت این بازی هستش، طبیعتا باید داشته باشه. اینجا یه گوشه موشک رو میبینین، روی موشک کلیک کنین شما میتونین 10 مین فری بگیرین، باز 75 مین کلیم کنین، اسپیدتون رو 2 برابر کنین. ببین اسپید ایکس تو نوشته، پس شما مجبورین 10 دقیقه رو بزنین که این اسپید سرعتتون 10 مین بشه کار کنه و به سرعت بتونین این کوین ها رو بگیرین. و در نتیجه قسمت آخری که داریم این قسمت هستش. از این قسمت کلیک کنیم میتونیم وارد کلابش بشین، اینوایت کنیم، باز بوست کنیم و قسمت فیشینگش که میرین، داخل قسمت فیشینگ که شدین شما میتونین به راحتی استارت رو بزنین، ماهیگیری کنین. برای این حتما کوین داشته. ببین من الان 412 تا کوین دارم، حداقل باید 84 کوین ماهی داشته باشین تا بدونین ماهیگیری کنین. این قسمت رو که میبینین قرمز رنگ، سعی کنین همیشه موقعی که این ردیابتون به این قسمت رسیده ماهیگیری کنین. ببین الان من همین کارو منتظر میمونم بیاد برگرده. الان میزنم دقیقاً تو اون قسمت زدم. ببین x200 شد، یعنی تعداد الان ماهی که گرفتیم گولد فیش هستش. از اینجا میتونین ماهی بگیرین، البته ماهیگیری کنین و تعداد ماهیاتون رو اضافه کنین. خب این از اون قسمت.
خب خلاصه میشه گفتش که تمامی کسا این اردک رو میبینین اومده. الان روی این اردک کلیک کنین، این اردکه براتون سکه های فری رو میده و خیلی جذاب، به راحتی نمیاد. ببین از بالا سکه بارون شد، سکه بارون. پس همیشه تو اون جایی که محیطی که هستش با گربه ها بازی میکنن اونجا نگاه کن، ممکنه اردک بیاد، ممکنه گورباغه بیاد. ببین الان از شانس شما باز من ویدیویی که گرفتم اردک اومد و روی اردک کلیک کردم، دیدی که از بالا کوین بارون شد و سکه های رد پای گربه از بالا اومد و تعداد سکه های من خیلی رفت بالا. خب خسته نباشین، امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشین. من هم لینک های مرتبط رو اینجا بالا میگذارم. حالا این قسمت اول بود، خیلی برای بازی کیدیزن به دردتون میخوره، آموزشش و نحوه کسب درآمدش. حتما لایک کامنت یادتون نره، با من از طریق کامنت در ارتباط باشین. حتما هم سابسکرایب کنین، خواهش میکنم دکمه سابسکرایب رو بزنین که تا برای من انرژیم زیاد بشه تا ویدیوها و ایردراپ های معروف دیگر رو براتون معرفی کنم و آموزشش رو بدم و نحوه کسب درآمد از اون رو به راحتی یاد بگیرید. مواظب خودتون باشین، شاد سلامت باشین.